امام بخاری با کتاب بدء الوحی شروع کردند و با کتاب توحید به پایان رسانیدند. بعضی علما گفتند که کتاب بدء الوحی در بسیار نسخه ها کلمه کتاب ندارد، بدء الوحی آمدگی است، آغاز وحی. مقصود امام بخاری این است که آن علم و اعتقاد و این معلوماتی که در این کتاب می‌یابی همه آن از وحی است، از آسمان است. پیش از آن که به کتاب وارد شوند اول کتاب وحی را آوردند که این کتاب، این قرآن، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم منبع آن، سرچشمه آن کجا هست. پیش از آن که به یک سخن را گوید اول بینید که سخن کی است، از کجا آمد. برای همین با این کتاب شروع کردم و اینا گفتند به منزله مقدمه همگی 7 حدیث دارد. بعضی ها 6 حساب میکنند، 2 را 1 حساب کردن. همگی یعنی 2 صحیفه، 2 ورق کتابی وحی است. این مقدمه است و امام بخاری با کتاب ایمان شروع کرد و با کتاب توحید به پایان رسید. ایمان، کتاب ایمان که امروز ما در ابتدای و در مقدمه شرح آن قرار داریم. کتاب ایمان، ایمان به کی؟ ایمان به الله. وقتی که ایمان به الله آوردید این توحید است. یعنی امام بخاری با توحید شروع کرد و با توحید کتابش را به پایان رسانید. و بدء الوحی هم این عقیده هست. منبع اعتقاد از کجا هست؟ این علم عقیده، علم توحید، علم اجتهادی نیست. این از قرآن و سنت، از آسمان آمده است. و بعضی علما رحمت الله علیه گفتند که برای چی امام بخاری با کتاب بدء الوحی شروع کرد و با توحید به پایان رسید؟ میگن که ان التوحید لا یدرک الا من خلال الوحی. توحید درک کرده نمی شود، فهمیده نمی شود مگرم از خلال وحی، از طریق وحی. بنابراین اولی کتاب را کتاب بدء الوحی ماندن گفتم. و کتاب بدء الوحی هم وقتی که نظر میکنیم اولین سخنی که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی که قرآن اولین کلامش بسم الله الرحمن الرحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم توحید است. به نام الله که یکی از نامهاش رحمان است، یکی از نامهاش رحیم است شروع میکنم. وقتی که قرآن را میکشید اولین آیتی که میبینید بسم الله الرحمن الرحیم است.